الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم. اما بعد، سوال کرده شدیم که آیا اقتدا کردن به کودک یا یک پسرچه‌ای که به سن بلاغت نرسیده است جایز است یا نیست؟ مثلا در یک خانواده پدر و مادر و برادر و اهل خانواده به یک پسر بچه‌ای که در سن تمیز است، سن تمیز یعنی 10 ساله یا 11 ساله از 7 ساله بالا، اقتدا کردن به صبی کودک یا که اقتدا کردن به یک جوان پسری که به سن تا سن 11 است، تمیز در سن بلاغت نرسیده است، اقتدا کردن به این جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. در این مسئله علما اختلاف کردند، اما جمهور فقها، جمهور علما، حنفیه، مالکیه، حنابله رحمت الله علیهم اجمعین، اقتدا کردن به صبی که به بلاغت نرسیده است این را چه میدانند؟ جایز نمیدانند. برای اینکه در این سه مذهب، مذهب حنفی و مالکی و شافعی، یشترط لصحة الامام ان یکون الامام بالغا. شرط صحت امام این است که در نماز باید امام بالغ امامتی بکند. یعنی هر یک چیز به خود شرط دارد. شرط امام ان یکون بالغا، اولا ان یکون مسلما، ان یکون بالغا، ان یکون عاقلا، ان یکون قارئا. یعنی امام باید مسلمان باشد، بالغ باشد، عاقل باشد. عموما یکی از شرط هایی که این سه مذهب میگن به بلاغت رسیده باشد. پس در حالتی که میگن انسان بالغ هست، باید انسان بالغ امامتی کند و انسانی یا که مثلا پسر بچه های کودک یا که ممیز، یعنی پسر بچه هایی که از کودکی برآمده است و اما حالا به بلاغت نرسیده است، بین کودکی و بین بلاغت که سن تمیز میگن، یعنی از سن 7 ساله تا 10 11 12 ساله، در این حالت میگن به نماز فرض امامتی نکنند. این یعنی سخن قول جمهور است. اما در نمازهای نفل به مانند نماز تهجد خواندن، نماز تراویح خواندن، اگر این حتی کودک یا که سن تمیز بوده هم امامتی کند و وی اقتدا کردن باقی ندارد، یعنی جایز است. اما مذهب شافعی رحمت الله علیه میگن که باقی نیست در سن تمیز، یعنی کسی که از سن 7-8 ساله تا سن 11-12 ساله در این حالت به بلاغت نرسیده است، اما در این حالت هم میتواند که امامتی کند. یعنی این سخن دوم است، مذهب دوم که شافعی است. اصلا اگر نگاه کنید در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه مطلقاً جایز نیست کسی که سن سالش 10-12 ساله است هیچ وقت هم جایز نیست که امامی انسان‌های بالغ باشد. اما امام شافعی رحمت الله علیه باشند از درون 4 مذهب یگانه مذهبی هستند که برای امام شدن شرط بلاغت را نگذاشتند، یعنی بالغ بودن شرط نیست. در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه فرقی ندارد که نماز فرض است یا نماز نفل است. در نزد امام شافعی شرطش بلاغت نیست. حدیثی که امام شافعی رحمت الله علیه میارند حدیث عمرو بن سلمه است. یک صحابه کوچک در سن 6 سالگی یا 7 سالگی به قوم خود در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امامتی میکردند. پس امام شافعی میگن که اگر یک صبی، یک کودک، یک سنی در تمیز است یا که در سنی صبی است و کودک است،
قاری خوب باشد، قرائت قرآن را خوب بکند و فقیه به نمازش باشد، در این حالت اقتدا کردن جایز است. پس امام ابن حجر عسقلانی در کتاب شرح صحیح بخاری که فتح الباری است ذکر میکنند که امامت کردن کودکان، یعنی وقتی که کودک، پسرهای کودک، پسر بچه یاش امامتی میکند، نماز درست است، اقتدا کردن به این درست است. خیلی که یکی از بزرگترین تابعین در این مذهب هستند که حسن بصری و شافعی و اسحاق ابن راهوی استاد امام بخاری، و میگن که اما امام مالک و امام ثوری، سفیان ثوری و ابو حنیفه و احمد این چیز را کراهیت دانستند. پس این دو مذهب بود. مذهب جمهور گفتند جایز نیست، در فرض جایز نیست، در نفل جایز است، و مذهب امام شافعی و حسن بصری و اسحاق ابن راهوی این است که در هر دویش هم جایز است. اقتدا کردن پسر بچه جایز است، در خواه در سن کودکی باشد، خواه در سن تمیز که از 7 تا بالاتر 11-12 سال است، در همه حالت اقتدا کردن به کودک هم در نماز نفل و فرض جایز است. اما قول راجح کدام قول است؟ از این دو مذهب قول درست کدامش هست؟ قول راجح این است که والله اعلم، خیلی که علما میگن انه تصح امامت الصبی الممیز، یعنی به نماز گذاشتن کودک بچه که کودک نیست بلکه در سن تمیز هست، این درست است. یعنی از سن 5 6 7 سالگی رو میگیم ما سن کودک، اما از سن 7 سالگی تمیز میشد، کودک است اما عقل دارد، بدی را از نیکی جدا میکند، فساد را از صحیح و سالم درست جدا کرده میتواند. از 7 سالگی سن تمیز شروع میشد، 7 8 9 10 11 12 تا زمانی که به سن 15 میرسد، یا که تا زمانی که احتلام میشود، شاید در سن 11 12 13 سالگی احتلام شود. عموما کودکی که یعنی یک پسر بچه‌ای که حالا به بلاغت نرسیده است اما سن تمیز در سن ممیز هست، از 7 ساله گذشته است، به این گونه بچه ها از سن 7 ساله بالا اقتدا کردن مردم برای نمازی هم نفل به مانند تراویح و هم فرض جایز است، اگر البته چگونه نماز خواندن را بداند و آگاهی داشته باشد و قرائت خوب داشته باشد. و اما باید دانسته شود که اگر امام به جای این پسر بچه جوان، پسر بچه‌ای که در سن تمیز است، کودکی که در سن تمیز است، اگر به جای این یک انسان بالغ امامتی کند، در همه حالت افضل است. جایز است که کودک امامتی کند از سن 7 ساله بالا، اما افضلش و خوبش و بهترش یک انسان بالغ باشد بهتر است. دلیل ما از کجا است که کودکی که در سن ممیز هست، یعنی از 7 ساله بالا یا 6 7 ساله بالا امامتی بکند؟ دلیل امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکنند، ابو داود و نسائی روایت میکنند از حدیثی که به شما پیشتر بیان کردیم، از عمرو بن سلمة رضی الله عنه قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم. حدیث امام بخاری روایت میکنند که عمرو بن سلمة رضی الله عنه میگویند که هر وقت که قوم من از نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بازگشتند، یعنی قومی عمرو بن سلمة به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای تعلیم گرفتن رفته بودند و از نزد رسول الله بازگشتند و به مردم گفتند که به ما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کسی که در بین شما قرائت قرآن را زیاد بداند، حفظ قرائتش زیاد باشد، حفظ قرآنش زیاد باشد، همان انسان در بین شما چی باشد؟ امام باشد. خواه کودک است، البته کودکی که از سن 7 ساله بالا است، در سن ممیز تمیز، خواه بالغ است.
عمرو ابن سلمه میگن که قوم من مرا دعوت کردند و به من سجده کردن، رکوع کردن و سجده کردن را تعلیم دادند و من در سن 7 سالگی یا زیادتر از این به اونها امامتی میکردم. امام حافظ ابن حجر رحمه الله میگن که در این حدیث حجت برای مذهب شافعی است. یعنی این حدیث دلالت میکند که مذهب شافعی، سخن مذهب شافعی صحیح است و درست است و امامت کردن صبی الممیز، یعنی یک کودکی که به سن تمیز رسیده است، در فریضه و در نافله در همه حالت جایز است. بارک الله فیکم. و عیناً همین سخن را هم ابن باز رحمت الله علیه، ابن عثیمین رحمت الله علیه ذکر کردند. اما ابن عثیمین رحمت الله علیه در بعض جاها گفتند که امامت کردن صبی به اون شخصانی که از خودش بزرگ است، یعنی امامت کردن نابالغ به بالغ، صحیح نیست. اما در حالتی که بالغی که در پشت صبی اقتدا میکند قرائت را نتواند، نماز را نفهمد، در این حالت کودک اقتدا کند بهتر است و خوب است. اما صحیح است و درستش جایز است، خیلی که ما به شما حدیث بخاری را ذکر کردیم. عموما کودک از سن 7 سال بالا تا سن بلاغت اقتدا کردنش جایز است. دلیل حدیث عمرو بن سلمه است که امام بخاری و ابو داود و نسائی ذکر میکنند. اما افضلش و خوبش اگر بالغ باشد، قاری باشد، نماز را فهمد، این بهتر است و افضل است. بارک الله فیکم. که این جواب به نوبت با تمام وجهاش ذکر کرده شد.